سلام به همه. چه کسی تماس‌های تلفنی را برای ما ممکن کرده؟ بیاید داستان اختراع تلفن را با هم مرور کنیم. سال 1876 بود که الکساندر گراهام، دانشمند و مخترع اسکاتلندی آمریکایی، دستگاهی را ساخت که میتوانست صدای انسان را از طریق سیم منتقل کنه. بله، درست حدس زدیم. تلفن. بل یک هدف داشت، اینکه ارتباط از راه دور را برای همه آسان کنه. اختراعش خیلی زود در کل دنیا پخش شد و به یک ابزار ضروری برای ارتباط بین مردم تبدیل شد. ولی تلفن بل فقط یک وسیله ساده نبود. او راه را برای تکنولوژی ارتباطات امروزی باز کرد. یک لحظه دنیا رو بدون تلفن تصور کنیم. عجیب نیست؟ پس دفعه بعدی که تلفن را برداشتین، یک یاد از الکساندر گراهام بل بکنین، نابغه‌ای که همه اینها رو شروع کرد. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.